سلام علیکم دوستان عزیز. با درخواست بسیار برادرها بسیار برادرها گفتم که چرا تو فقط با گیتار میخونی با یما خنا میخونی؟ برای که من یما خنا داشتم اینا یافتم آدمایی که دوران برادران اکمان همش اکای سایلی اکای خدای نظر اکای سامون بهترین سرودای تا آخرش تماشا میکنیم ویدیو رو. مثال اگر شما در اکای خدای نظر محفوظ شد در پایان سرکه کانال یک موندگی، اگر اپای سایلی محفوظ شد در پایان موندگی سرکه کانالشون بدروید پرپیساس کنید. هر روز او ویدیو خودشون میپرتن خیلی که واز دیدید بهترین سرودا میخونن. یکم هم سرودا که میخونم وزی درشی صحنه رو دایو میتیم بریم چکی چکی بارانی بهار شیرینم دریا دارم شوق بگو در دل غمی درینم از نازی چکی چکی بارانی بهار شیرینم دریا دارم شوق بگو در دل غمی درینم از نازی شوق بگو در دل غمی درینم از نازی تماشا کنید. نه اکرام خیمه خونه نه اکرام خیمه خونه این اکرام خونه فحشه با بهتری بوده. تماشا کنید، لایک و فراموش نکنید و در کامنت رو بنویسید اگر در شما معقول شده باشه. ما خرید که هر روز میاریم برای که این اکرام اکرام میگوی بریم در خدمت ما میام در خدمت. اگر معقول باشه هر روز میاریم آخر سودا پیشکش شما میگردونیم. همین خیلی زنده و سلامت باشه.
اندیشه کن ای دوست ندانم مکانت و کجاست یه ماننده ابر میروی هر طرف زنجیر محبتی تو در گردن ماست نمی‌ترسم من از شمشیر تیز ابله مردان نمی‌ترسم من از شمشیر تیز ابله مردان ولی از مهربانی های هر نامرد می‌ترسم مرا مادر در این دنیا برای سربلندی زد یه سرم از تن رود اما سخن مردانه میگویم نبردی رو بروی دشمنانی مردم کرده زی لطفی دوستانی نامی نامرد میترسم
جان منی پیش رقیبان رو جان منی پیش رقیبان رو یک کبوتر آب گلیستان رو یک کبوتر آب گلیستان رو شیمنای آب فدایت شوم کشته یکی نگاهت شوم شیمنای آب فدایت شوم کشته یکی نگاهت شوم
Thank you.